اوه حجی جاسم با کرمانیه تمنترین مروف لبادینان و سنور قضای آکره بریا سالکه داخویانی جبوی NRT دابون لید شوا در بازبوی ده کولان گنده با کرمان چول کرنو ده جی 128 سالیه دا و غرا داویه کر پیشمرگوتی؟ بله آیا هم پیشمرگوتی نکره آب توته مولد خونه کتو که چی ببرینه اف مروفه ده دو چرخان دا جیایه لسالا 1888 دا لگند سرانیل دورا زبارش دای بویو همی هیویاوی او بو بری او بمرید دولتا کردی ببینید تلفزیون دو گویا به خوده از نمه کمیت دولت عربا گویا خود دوه حجی جاسم مروفک صحبت خوش بو هرچند چو حوالین وی نمابون لی پرانیا دمنوی لی کولانین گندی دگل جحیلا بو دو ماهی صحبت حجیج بو موگی رای اوه بو مکری مکر پیچوت خود با بولا جوبا چه تدبیر اولا بو بابا کو قایتایلی و حجی بوتا جوبر مرون تره پشتی و غراوی نوینوی بو مبحث حجیت کن جينا حاجي برابطر الجندي بوكر ما بيه بس جدايك بوناوي السرانية بو حاجي بتمن خو همية دا یک خزانی نه و هر واسه تقریبا نوتو چهار نوی و کریت هین کرو کوچو نوی همی نوتو چهارت هین تا که هیوی و امیدایی جه او بو ملت ما کرد بن سیستمی ظلم و زورداری و دکتاتوریت در کویدن و هر واسه تا که هیویوی امیدایی او بو خونوی او بو دولت کردی ببینید ل مقابل سرگسانیه که دا یان خوش دست دا و چوبر دلوانیا خوده دولت کردی ندید بس هیوی امیدام او که ام دولت کردی ببینین و خونوی بهتاجی سر دستت نوید نو که حاجی الویدماهی که و به حقیقت دکتر ندید بون چجورانه چه دکترا به حقیقت بس ویدماهی که و بیچه یه نخوش با خوشی مال کبو رانویش کس بو پشتی رانویش کسی مجبور بودن بین دکترا و درمان و عملیات بکنن اف پیشکستنوی بو اگر مرنوی پشکداری دیگه لا شورش کرد و شورش ایلول و شورش گلانش پشکداری کرد و هر وها عسکری هتلری و یه انگلیسی هاش بو و خارنوی رئیسی گلک حش خارنت کردوارید کرد و مقصد دوهینه و تشتیت حسانه یعنی تشتیت کردواری گلک کیف بیت هاته جیه که تجی سال دو چرخ در باز کرنو و غیر نهیلاب گهیت هیویا خو پوسترین و غراوی لجاده اسوس نهاتن هلاویستنو بهیاوی جی دوی گندیدا بریوه چو گهدار زباری NRT لقضای آکره